الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الف لام میم. الف لام میم. سوره کریمه با ذکر نمودن صفتهای شخصان پرهیزگار یا با حرفهای الهیده آغاز یافته است. این سوره با چنین طرز بیان با دل آنهای میکوبد که از قرآن اعتراض دارند. خواه نخواه چنین آغاز دقت و توجه آنها را به خود جلب می سازد. از جانب دیگر تمام مخلوقات را با این طرز بیان عاجز گردانیده است. زیرا قرآن از ابتدا تا انتها با آن حرفهای کتابت شده است که آنها در استفاده مردم قرار دارند و با آنها هم حرف میزنند و هم می نویسند. اما در تهیه و بندوبست دادن کتاب مثل قرآن عظیم و شان با چنین حرفها بیچاره‌اند. باید گفت که 29 سوره قرآن با چنین حرفهای جداگانه ابتدا یافته است. مفسرین کرام این حرفها را هر گونه عنوان دادند. از جمله آنها حروف المقطعات یعنی حرفهای از هم بریده شده، دیگر حروف الفواتح السور حرفهای آغاز سوره ها، دیگر حروف الهجا یعنی حرفهای الفبایی گفتند. چنین عقیده‌رانی و نامهای گوناگون دادن این حرفها درک می‌دهد که سر معنای آنها فکرهای مختلف وجود دارد و بحث‌های طولانی هم به میان آمده است. بعضی از عالمان سر این حرفها را به الله یگانه حواله کرده گفتند که معنای آنها را خود الله می‌داند. دیگری عالمان گفتند که سیر است بین پروردگار و فرستاده او یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. ایده دیگر به اختیار خود جرأت نموده کوشیدند تا پرده از میان برداشته معنای آنها را معلوم سازند. اما سبب تمام اختلاف ها و ناروشنی ها در این باب این است که نه از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و نه از صحابه ها نفر روایت نکرده است که آنها این حرف ها را چنین و چنان تفسیر کرده معنای آنها را بیان کرده باشند. قید کردن به مورد است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم اصحاب کرام به شک و شبهه معنای این حرف ها را می دانستند و برای همین از همدیگر سؤال نکردند. حالان که عادت اصحاب چنین بود که چیزی را نمی دانستند از یکدیگر یا از آن حضرت یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم البته سؤال می نمودند. اصحاب کرام شخصان بزرگ بودند، خوب درک کرده بودند که سبب آنها تا وقت هستند دین مبین اسلام باید در عالم فراختر دامن پهن کند. آنها مسئولیت گرانی را برداشت داشتند و این را خوب احساس می کردند. برای پوره درک کردن قرآن و به دیگران رسانیدن آن بسیار جهد و تلاش می نمودند. برای همین چیزی را می دانستند هرگز سؤال و جواب نمی کردند و بیهوده دامن بحث را گرم نمی کردند. آنها وقت زیاد هم نداشتند بلکه برای دانستن مسئله های نافهمه بیشتر کمر همت می بستند. بیشتر مفسرین از آن جمله ابن کثیر در این باب یعنی با حرف های الهیده آغاز یافتن بعضی از سوره های قرآن چنین عقیده دارند که شاعری و قافیه بندی شعر مهارتی بلند داشتند و این مایه افتخار آنها بود و اهل سخن در آن اثنا مرتبه والا را صاحب بود. بین شعرا مسابقه و مناظره شعر صورت می گرفت. شعر عالی که غالب این گونه مسابقه ها دانسته می شد آویزان کردن آن را به دیوار خانه کعبه سزاوار می دیدند. چون قرآن نازل شد آنها قرآن را کتاب شعر و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را شاعر بها دادند. پس الله تعالی با وحی نمودن چنین آیتها آنها را نگران نمود، چنانه که از مضمون دیگر آیتها معلوم می شود. به آنها گفت که مادام قرآن را شعر قبول دارید و خود را
در آفرینش شعر صاحب استعداد می شمارد، پس مانند قرآن کتاب ایجاد نماید. در حقیقت نسبت دادن آنها قرآن را به شعر بازی کودکان را به خاطر می آورد که آنها از لای صورتک ها می سازند اما به آن روح در آورده نمی توانند و آن به جز صورتک چیز بیش نیست، لیکن از گل عادی انسان آفریدن و به آن روح بخشیدن این صنعت و قدرت خاص الله تعالی است. مانند همین از حرفهای عادی که شاعران عرب از آنها شعر ایجاد می کنند و مورد تحسین و تعریف اطرافیان قرار می گیرند، الله تعالی قرآن را نازل کرد که همه را عاجز گرداند و کسی از انس و جن قادر نیست چون این کتاب به میان بیارد. بنابراین از زمخشری در تفسیر خود کشاف گفته است که الله تعالی با چنین آیت‌های متشابه قرآن را نصرت داده است و این بهترین و تمامترین نصرت آن حسابیده می شود. بعضی از مفسران معاصر هم به چنین فکر پیروی می کردند. خلاصه کدام سوره به چنین حرفها آغاز می یابد آن را اعجازی بلند قرآن و نصرت آن باید قبول کرد و بها داد. یعنی در حقیقت قرآن به چنین طرز بیان بشر را عاجز گردانیده است. والله اعلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این کتاب هیچ شبهه‌ای نیست در آن، رحمت است برای پرهیزگاران. یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم، این کتاب یعنی قرآن را که به تو نازل نمودیم کتاب است که بیشک از جانب الله تعالی به تو فرستاده شده. در حق بودن آن یگان شبهه وجود ندارد. آن برای شخصان پرهیزگار هم هدایت است هم رحمت. پرهیزگاران کسانی اند که امرهای پروردگار خود را به جا می آورند، از منعیات یعنی چیزهای منع شده خودداری می کنند، یعنی از قرآن کریم آنهای هدایت می یابند و بهره‌ور می گردند که تقوادار باشند. معلوم می شود که شخص در دل تقوا یعنی ترس خدا را نمی پرورد او هدایت نمی یابد. اگر کسی از قرآن هدایت و راه اسلام را یابد معلوم می شود که در دل او تقوا وجود داشته است. آیت بعدی صفت شخصانی با تقوا را ادامه می دهد. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنان که ایمان می آورند به غیب و برپا می دارند نماز را و از آنچه آنها را روزی داده ایم خرج می کنند. صفت دیگری شخصان تقوادار این است که به آنچه که آنها را به چشم نمی بینند لکن وجود داشتن و به وقوع آمدن آن را از پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم شنیده اند، به مثل موجود بودن خدای یگانه، زنده گردانیدن بعد از میرانیدن، جنت، دوزخ، پل صراط، حساب، فرشتگان، روز قیامت و غیر باوری کامل دارند. علاوه بر این تقواداران کسانی هستند که نماز را با تمام قاعده هایش برپا می دارند. صفت سوم تقوادار این است که آنچه الله تعالی به آنها از مال و دارایی داده است برای خود و اهل عائله اینچنین در راه رضای خدا با دادن صدقه، زکات، عشر و دیگر نفقه های اختیاری خرج و صرف می کنند. خلاصه کسی که به غیب ایمان می آورد، نماز را برپا می دارد و از رزق و روزی که الله تعالی به او ارزانی داشته است به نیازمندان خیر می کند، او شخصی متقی و پرهیزگار است.
پروردگار چونین بندگان صالح در میان ما و شما بیشمار باشد. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. و آنان که ایمان می آورند به آنچه که فرود آورده شد به سوی تو و آنچه فرود آورده شد پیش از تو و به آخرت آنها یقین دارند. ایشانند بر هدایت از جانب پروردگار خویش و آنانند رستگاران، یعنی نجات یافتگان. صفت نیکی دیگری مؤمنان تقوادار این است که به همه آنچه از جانب الله تعالی و محمد صلی الله علیه و سلم نازل گردیده است باوری دارند و تصدیق میکنند. اینچنین به همه آن پیغمبران و کتاب‌هایی که پیش از محمد صلی الله علیه و سلم بودند و نازل شده اند ایمان کامل دارند و همه آنها را حق و راست می‌دانند. مؤمنان تقوادار شخصانی می باشند که به روز آخرت، یعنی زنده گردانیدن بعد از میرانیدن جنت و دوزخ، ترازوی نامه اعمال، جزا دیدن بندگان وابسته به عملهای در دنیا صادر کرده اشان باوری و اعتقاد دارند. آن روز در زندگی این دنیاییشان آمادگی میگیرند. شخصانی که دارای چنین صفتهای حسنه هستند آنها از هدایت پروردگار خود برخوردارند و صاحب درجه های عالی جنت و از عذاب الله تعالی نجات یافته‌اند.